باید اینجوری بگیرید. خب بعد بدیش پایین. یعنی چی؟ دوباره یه بار دیگه ما وقتی شنا می‌کنیم حالتمون چجوری توی آب افقیه، درسته؟ بعد اینکه دستتون روبروی شونتون وارد آب شد سریع نبریدش پایین. دستتون که روبروی شونتون وارد آب شد یه خورده اینجوری بکشینش جلو. ببینید شونه منو ببینید یه خورده بکشینش جلو. این خودش منجر به گلاید میشه، منجر به پیشروی بیشتر میشه. ما بکشینش جلو. بعد اینجوری ما بهش میگن های البو یا آرنج بالا. اینجوری آبو بگیرید. بعد یک دست کشید جلو آبو بگیرید با کف دست و آرمتون بیارید نزدیک بدن و همینجوری ادامه بدید تا این دستتون صاف بشه برسه بغل هیپستون اینجا.